اگه میخوای مأموریت‌های مخفی کالا رو بدونی با من تا آخر ویدیو همراه باش. ساب کن و حمایت کن تا پارت 2 رو هم بذارم. بریم سراغ آموزش اول. از همه میریم سراغ اسپکتر میتیک. نقشه‌مون رو باز میکنیم و این مکان رو انتخاب میکنیم. به این مکان میریم و وارد زیر زمین میشیم. وقتی وارد زیر زمین شدیم یک جای دایره‌ای هست که 3 تا تونل دارد. از تونل دوم وارد میشم. وقتی که وارد شدیم همونطور که میبینید یک پوستر از اسپکتر موتیک هست که وقتی جلوتر برید یک گان لجند داخل یک جعبه شیشه‌ای هست. نزدیک اون جعبه که شدید یک گزینه به اسم دزشن وجک براتون میاد. اون گزینه رو بزنید و گان لجند رایگان دریافت کنید. این از مأموریت اسپکتر موتیک. بریم سراغ سایرن موتیک. اول نقشه‌مون رو باز میکنیم و این مکان رو مارک میکنیم. تقریبا کنار بلک مارکت هست. میپریم بلک مارکت و یک هاور برمیداریم. سوار هاور میشم و میریم به طرف این جایی که مارک کردیم. وقتی به اونجا رسیدید میتونید لوت باکس سایرن موتیک رو ببینید. کنار لوت باکس برید و نزدیکش بشید. حالا 2 تا گزینه براتون فعال میشه به نام Observe و Destroy. رو گزینه Observe کلیک کنید. حالا میتونید یه آهنگ زیبا و دلنشین رو بشنوید و لذت ببرید. اینم از مأموریت سایرن موتیک. اگه برات آموزنده بود لایک کن و ساب کن و زنگوله رو هم بزنن. منتظر پارت بعدی یعنی گوست موتیک و تمپولار موتیک باش.